سرخط خبر ده. واکنش معاون نخست ریاست جمهوری به دیدگاه‌های طالبان در مورد صلح. امرالله صالح میگوید که طالبان اعتماد به نفس کاذب پیدا کردند. واگذاری بخش‌های زیاد از قندهار به طالبان. صدها نظامی از سیول ولسوالی قندهار به گونه عمدی بیرون شدند. ځینو سیاسي رهبرانو او ځینو سیاسي خلکو تماس ورسره نیولی د تلیفون په اساس باندې منطقي او سیمې ایله کړي دي. بیرون شدن از افغانستان با دستیابی به هدف‌های از پیش تعیین شده. نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای سفارت امریکا در کابل میگوید طالبان نمیخواهند امریکا بار دیگر برگردد. بسته شدن چندین شاهراه به دلیل برفباری‌های سنگین در کشور. نزدیک به 1 متر برف سالنگ شمالی را پوشانده است. دایکندی او غور لارې بشپړې بندې شوې دي چې بیا هم وایم زموږ ټیمونه هلته آماده دي. با خبر و تحلیل خبر امشب از یک با من بهرام امان خوش آمدید. سلام بر شما. طالبان اعتماد به نفس کاذب پیدا کردند. این سخن امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری است که میگوید طالبان اعتقاد به زندگی مسالمت آمیز با افغانستان جدید ندارند و نهادهای امنیتی به آنان تفهیم کنند که غلط کردند. به باور آقای صالح گفتگوهای صلح ادامه یابد، اما راه حل تنها از دوحه نمیگذرد. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که دور بعدی گفتگوها در دوحه و در زمان تعیین شده آغاز خواهد شد. یک بخش نشست دیروز شورای عالی مصالحه ملی پشت درهای بسته ادامه یافت. نشستی که هیئت گفتگو کننده صلح خواستهای جدی و بزرگ طالبان را با رهبری شورا در میان گذاشت. امرالله صالح در یادداشت نشست‌های امنیتی روزانه‌اش میگوید پس از شنیدن صحبت و تبصره هیئت گفتگو کننده حکومت و این نتیجه رسیده که طالبان به زندگی مسالمت آمیز با افغانستان جدید اعتقاد ندارند و نهادهای امنیتی به آنان تفهیم کنند که غلط کرده اند. به باور آقای صالح گفتگوها برای پایان دادن به این بحران ادامه یابد، اما راه حل تنها از قطر نمی‌گذرد. چگونه میشه باور کرد که طالب‌ها گروهی که وحشت، دهشت و قتل و افغانکشی در سرلوحه برنامه‌هایش هست، ما باور به این داشته باشیم که به دنبال صلح واقعی که شعار میتن هستند. طالب‌ها حسن نیت خود را بار بار زیر پا کردند و آن چیزی را که در شعار مطرح کردند در عمل چیزی دیگر را به اثبات رساندند. با این حال رایزنی‌ها و گفتگوهای رهبری شورای عالی مصالحه ملی برای تعیین نقشه راه صلح برای دومین روز ادامه یافته است. در این نشست فیصله شده که دور بعدی گفتگوها در دوحه و در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد. یو شمېر هیوادونو چې د دې بهیر د کوربتوب درخواست کړی و د کرونا ناروغۍ له امله هغوی اوس ټول په دې سلا شوي دي چې دویم دور مذاکرات به هم په 15 جنورۍ بیرته په دوحه کې پیل شي او د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې په 15 جنورۍ په دوحه کې خپل مذاکرات له طالبان سره پیل کړي. شماری از عضوهای مجلس سنا از شورای عالی مصالحه ملی میخواهند که مجمع عمومی خود را تشکیل دهد تا هیئت با یک نقشه راه مشخص راهی دور بعدی گفتگوها شود. خواست ما از شورای عالی مصالحه است که مجمع عمومی را تشکیل بده، جلسات درست آغاز شود و این طرف ما یک طرح واحد، یک برنامه واحد و یک هیئت واحد در رابطه با صلح داشته باشیم و این خدا بخواد که نتیجه بده. ریاست جمهوری هم میگوید که رئیس جمهور غنی به درخواست شورای عالی مصالحه ملی موافقت کرده که دور دوم گفتگوها در قطر انجام شود، اما تاکید ریاست جمهوری برای دورهای بعدی گفتگوها که در داخل افغانستان برگزار شود پابرجاست. از سوی هم پاکستان از اظهار نظر منفی برخی مقام‌های سیاسی دولتی و غیر دولتی افغانستان در پیوند به صلح ابراز نگرانی کرده است.
وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه بگونه این اظهار نظرها را یک نوع بازی خوانده و از آن به عنوان بازی فشار افکار عمومی یاد کرده که از دید این کشور بر روند گفتگوهای صلح و همچنین تلاش‌های مشترک افغانستان و پاکستان برای افزایش همکاری‌های دوجانبه آسیب میزند. در اعلامیه آمده است که در حال حاضر دولت افغانستان باید برای انجام مسئولیت خود در مورد امنیت داخلی، قانون و نظم و محافظت از جان شهروندانش بیشتر توجه کند. آقای طاهر زلان، کارشناس مطبوعاتی وزارت دولت در امور صلح، برای بحث بیشتر اینجا در استودیو حضور دارند. آقای زلان، سلام بر شما، وقتتان بخیر، بسیار خوش آمدین. چرا در تلاش صلح با گروهی هستین که به زندگی باهمی و مسالمت آمیز با افغانستان نو باور نداره؟ آنچه که آقای صالح مطرح کرد. سلام تاسو او د یک تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان جګړه او یوه داسې جګړه چې ډېره اوږده مخینه لري، اخیری او وروستی حل د دې لپاره هغه سوله ده. د افغانستان اسلامي جمهوریت، د افغانستان خلک په دې باور دي چې هیڅ یوه ډله د زور او د خشونت له لارې نشي کولی چې د افغانستان په خلکو باندې واکمني وکړي او د افغانستان خلک محکوم کړي. له دې کبله باور دا دی، د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دغه موضوع تر وروستي پړاوه پورې موږ وکولی شو د دغې جګړې یا د دې اوږدې جګړې یوه سوله ییزه لاره پیدا کړو. که څه هم په وروستیو کې د خشونت او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره هغه باور او هیلهمندي چې دغه پروسې ته په پیل کې وه د مقابل لوري د طرفه د جنګ نه درېدل د دې سبب شوي چې خلک یو څه تشویش شوي دي، تشویش لري په دې اړه باندې. ولې زموږ غوښتنه همیشه د طالبانو څخه دا ده چې خشونت پرته له دې چې د افغانستان خلکو درست روی آتش بس و افزایش خشونت هم اگر فرصت بود میپردازیم، ولی آقای صالح گفتن که به این نتیجه بعد از شنیدن گفته های هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در نشست دیروز شورای مصالحه ملی رسیدن و آقای استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت هم از ارائه جزئیات نشست سه‌ماهه‌شان در دوحه در مقابل کامراهای تلویزیون خودداری کردند. چی گفته شد در اون نشست که آقای صالح به این نتیجه رسید؟ چون که تاسې زموږ تمه دا وه کله چې د دوحې تړون لاسلیک شو، تمه دا وه چې طالبان چون مخکې له دې دلیل دا ویل کېده چې بهرنیان موجود دي، د هغې له کبله دوی جګړې ته ادامه ورکوي. کله چې هغوی سره تړون وشو، زموږ تمه او هیله دا وه چې افغان لوري سره کله دوی مخ کېږي، دوی به په ډېره سادګۍ باندې وکولی شي چې موږ یو حل ته ورسېږو. ولې کله چې د مسایلو عمق ته ښکته شو، ډېر داسې مسایلو چې هغه ډېرې وخت یې ونیوه، نندریزې وې. ولې د دې هر څه سره سره بیا هم موږ هغه لومړي توافق ته ورسېدلو چې هغه د مذاکراتو دپاره د یو چوکاټ جوړولو او د هغه پیشنهادي مسایلو په اړه باندې سره یوې هوکړې ته ورسېدو چې هغوی څه غواړي د مذاکراتو په لړ کې بحث کړي. همدا ډول افغان که جزئیات همین چارچوب که شما زیاد میکنید هم هنوز با مردم شریک ساخته نشده، جزئیات آجندای 5 قسمته با مردم شریک نشده. هنوز هم رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در مقابل کامرای تلویزیون چیز نمیگه، در مقابل کامرای رسانه چیز نمیگه. آیا این خلاف مسئله حق دسترسی به اطلاعات نیست؟ نه، دلیل د دې موضوعاتو په اړه دا دی چون که ما مخکې ویل چې پیشنهادي مسایل، تاسې خبر یاست چې له کومه ورځه مذاکراتي پلاوی د اسلامي جمهوریت افغانستان مذاکراتي پلاوی چې کابل ته راغلی دی، نه یوازې په کابل بلکې په ولایتونو کې کوم آزاد دي چې په ولایتونو ته سفر درلود، هلته هم لګیا دي د خلکو سره مشورې کوي د دغه مسایلو په اړه باندې. یعنې دغه جزئیات چې نه په ډاګه کېږي، چون دا پیشنهادي دي، شاید او امکان د دې لري چې په دغه مباحثو کې چې د سیاسي مشرانو سره کېږي، د خلکو د استازو سره کېږي، ولی با مردم شریک نمیشه. چون د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ کوم مذاکراتي ټیم چې تللی دی، د دې له طرفه چې کومه اجنډا ټاکلی شوې، مثلا د اوربان مسله، مثلا په مجموع کې هغه مسایل په بر کې نیسي چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
او د دغه ایجنډا د لا قوي کېدلو او د دې په اړه د لا بحثونو د کېدو دپاره اوس دستي مشورې روانې دي، بېلابېل ناستې شوي دي. تاسې د مصالحې د عالي شورا ناستې ولیدله، د دې نه ورهاخوا د خلکو د استازو سره ناستې کېږي، یا په انفرادي توګه یا په جمعي ډول باندې. هدف دا دی چې مونږ کله د مذاکراتو ټیم ته ځو، اوس مونږ په یو لړ مسایلو باندې پوه شو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم په دې پوه شو چې مثلا طالبان څه غواړي. همدا ډول هغوی د افغانستان د مذاکراتي ټیم نه یو درک پیدا کړ چې د افغانستان د خلکو دپاره څه دي. د دغه پیشنهاد د لا زیاتو توضیحاتو دپاره هغوی به خپلو خلکو سره بحثونه کوي او د زموږ مذاکراتي درست امیدوار هستیم که شریک ساخته شود و مردم هم بیشتر و بهتر بدانند. در حدود 12 روز میشه که هیئت مذاکره کننده حکومت در کابل است. رایزنی ها و مشورت ها به کجا رسیده؟ لا هم دوام لري. ما مخکې ویلي چې د دغه ناستو د دغه مشورو یو مثال تاسې د تېرې ورځې د مصالحې د عالي شورا په ناسته کې د دوی ګډون چې هلته دغه مذاکراتي بهیر په اړه باندې معلومات شریک شول. د دې نه ورهاخوا د ایجنډا په اړه باندې هلته بحثونه وشول چې د افغانستان خلکو ته څه مهم دي، او لا هم دا لړۍ روانه تر څو ځکه چې لا هم موږ څو ورځې لرو هغه ټاکلې نشته چې باید بیرته د هغې نه وروسته مذاکرات لومړی و اساسي برخه پیل شي او ورسیږو، او دا مشورې به دوام لري. یعنی خطوط سرخ، اینکه هیئت مذاکره کننده تا کجا باید انعطاف پذیری از خود نشان بدن همیش مشخص شده؟ چون په مذاکراتو کې زموږ باور دا دی چې پرته انعطاف پذیری یو مرحله نشي بشپړېدلی. ولی دا په دې پورې هم تړاو لري چې جانب مقابل څومره انعطاف پذیری د مسایلو په اړه، د موضوعاتو په اړه باندې یا د خلکو د غوښتنو په اړه باندې لري. ولی د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې نه باید اختلاف په مسایلو د دې سبب شي چې دې پروسې ته تاوان ورسیږي یا دا پروسه له خنډونو سره مخ شي. زموږ هیله دا ده چې بحثونه او اختلافونه به کیږي، ولی څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې نظر دی چې باید یو بل د زغملو توان او حوصله ولرو، غوښتنه هم د مقابل لوري هم ده. یعنی هیئت هم تا 5 جنوری در دوحه به خاطر آغاز دور دو مذاکرات حاضر خواهد شد، درست است؟ تر اوسه پورې مشورې روانې دي. هوکړه همدا شوې ده چې باید خنډونه د دغه نیټې دپاره پیدا نشي. تمه ده چې په همدغه نیټه باندې مذاکرات یو ځل بیا پیل شي. درست. آقای زلان، جزئیاتی که بر رسانه‌ها درس کرده از اجندا به این نتیجه رسیدیم که خاص حکومت افغانستان، اجندای حکومت افغانستان در ابتدای کار آتش بس است. اگر طالب نپذیرد چی میکنین؟ گفتگو متوقف میشه؟ مشخص شده این موضوع؟ چون مخکې فکر کوم فرضي ټاکل د دې پروسې سره مرسته نه کوي. دا به وکتلی شي هغه ځای کې چې کله مذاکرات دویم دور شروع شي. ولې په هر لحاظ باندې مونږ باید د جګړې عوامل له منځه یوسو او دغه تاوتریخوالی چې روان دی دا باید له منځه لاړ شي. زموږ باور دا دی که جګړې، که هدفي وژنې او که داسې ترورونه وي، دا دغه پروسې باندې د خلکو باور له لاسه ورکوي. نو د دې لپاره زموږ لومړیتوب هم دا دی چې څنګه کولی شو موږ دغه د جنګ کچه راټیټه کړو تر څو په یو امن فضا کې دغه مناسب باور په فضا کې دا پروسه مخ ته لاړه شي. اینکه اولویتتان از بارها تاکید کردین، ولی اینکه شرطتان آیا است یا نه مشخص شده؟ آیا شرطتان آتش بس است؟ چون کله چې د مذاکراتو یعنی که د افغانستان د اسلامي جمهوریت غوښتنه شي او د زموږ نظر شي، زموږ لومړیتوب همدا دی چې باید اوربند وشي، تاوتریخوالی راکم شي. ولې تاسو پوهیږئ توافق څنګه به کیږي؟ هغه وروسته یعنې د هغې په اړه باندې اوس له وخت نه مخکې خبره ده چې دا کومه موضوع لومړی راځي، کومه وروسته راځي. په دې باندې به بیا د تماس ګروپونه به بحثونه کوي او د هغې په نتیجه کې به مشخصه ایجنډا جوړېږي. ولې که د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ او د افغانستان د خلکو هیلې ته وګورو، نو زموږ لومړیتوب هغه اوربند دی، هغه د تاوتریخوالي د کمه. درست. آقای زلان، خیلی کوتاه به عنوان آخرین پرسش، آیا فکر میکنین که دستان وجود داشته باشد تا روند مختل شود
و تا اینجای کار هم که پیش رفته کاملا از بین بره. د افغانستان په تاسو وګوره ولیدل چې د مصالحې پالي شورا په پرانستنه غونډه کې او لا هغې وروسته د تېرې ورځې په غونډه کې یو داخلي اجماع رامنځته شوې ده. په دې بنیاد باندې موږ ویلی شو چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لورې دغه پروسې ته هیڅ قسم خنډ نشي جوړ کېدلی. دا چې د جانب مقابل یا د نورو اطرافو لخوا څه کېږي هغه هغوی باید په هغې اړه باندې جواب ووایي. سپاسمند حضورتان آقای زلاند. 300 پاسگاه در 3 ولسوالی قندهار به گونه عمدی تخلیه شده تا این بخش‌ها به دست طالبان بیفتد. بررسی‌های یک هیئت مجلس سنا از درگیری‌های سنگین در ولسوالی‌های پنجوایی، ژیره و ارغنداب نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از این پاسگاه‌ها به گونه عمدی بیرون کشیده شدند تا طالبان بر این بخش‌ها تسلط یابند. منبع‌های محلی در قندهار به تلویزیون یک تایید می‌کنند که نیروهای امنیتی از 200 پاسگاه بیرون کشیده شدند. در 2 ماه پس این ولسوالی‌های ارغنداب، ژیره و پنجوایی در قندهار گواه نبردهای سنگین بوده است. نبردهایی که ناگفته‌های زیاد با خود دارد. بررسی یک هیئت مجلس سنا از این درگیری‌ها نشان می‌دهد که در ولسوالی‌های ارغنداب، پنجوایی و ژیره 300 پاسگاه امنیتی به گونه عمدی تخلیه شده تا این بخش‌ها به دست طالبان بیفتد. هرچند این هیئت نگفته که از سوی چه کسان نیروهای امنیتی دستور بیرون شدن از پاسگاه‌هایشان را دریافت کردند، اما میگویند که این کار پس از رد و بدل شدن تماس‌های تلفنی انجام شده است. ځینې د ولسوالیو د مسؤلینو سره ځینو سیاسي رهبرانو او ځینې سیاسي خلکو تماس ورسره نیولی د تلیفون په اساس باندې منطقي سیمې ایله کړي دي او ځینو سیمو په هکله جوړجاړی سوی دی او د منطقي ایله سوی دی. این هیئت همچنان میگویند که فساد عامل بزرگ در واگذاری بخش‌های این ولسوالی‌ها به دست طالبان است و اداره‌های دولتی خود در گسترش فساد دست داشتند و به گونه عمدی با مردم بی‌عدالتی صورت می‌گیرد. متاسفانه په اکثره اداراتو کې ستونزې مشکلات او فساد ډیر زیات ده. همدا علت ده چې ولس او د حکومت واټنونه سره لري کړي همدغه د فساد لپاره کته ده. متاسفانه چې تر اوسه پورې په قندهار کې د فساد په مقابل کې لکه څنګه چې ضرورت و لازم و قطعا داسې یو کار نه ده شوی. منبع‌های محلی از قندهار به تلویزیون یک تایید می‌کنند که 200 پاسگاه نیروهای امنیتی به گونه عمدی تخلیه شده تا این بخش‌ها به جنگجویان طالب سپرده شود. باید دقیق بررسی شي چون موږ چې هلته حالت لري خو ډېر سختې جګړې وي او نه یوازې قندهار کې بلکې د هیواد په ډېرو برخو کې اکثرا داسې کېږي چې پولیس یا نور نظامي چارواکو سره لازم امکانات نه نو اکثرا د سقوط سره مخامخ کېږي. وزارت دفاع ملی هر گونه تخلیه پاسگاه‌ها را در قندهار رد می‌کند. در ولسوالی‌های ژیره، ارغنداب و پنجوایی تلفات خیلی سنگین به طالبان وارد گردیده. افراد کلیدی و مهمشان کشته شدند، مواضع مستحکمشان تخریب گردید و فعلا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در این ولسوالی‌ها در حالت پیشروی قرار دارند و با گذشت هر روز اوضاع بهبود پیدا می‌کنند. هرچند عقب نشینی و یا هم تخلیه قصدی پاسگاه‌ها موضوع تازه‌ای نیست، اما این کار در قندهار در برخاستگاه طالبان همزمان شده با گفتگوهای هیئت دولت افغانستان و طالبان، زیرا به گفته مقام‌های ارشد دولتی طالبان از خشونت‌ها برای امتیازگیری سیاسی استفاده می‌کنند. وزارت امور داخله میگوید که سلسله عملیات‌های مبتنی بر اطلاعات استخباراتی را از دیروز به این سو در کابل آغاز کرده است. سخنگوی این وزارت عملیات دیروز در حوزه 11 امنیتی پایتخت را آغاز این سلسله می‌داند و تاکید دارد که در این عملیات شمار از افراد زیر پیگرد بازداشت شدند. او در مورد شمار افراد بازداشت شده و هویتشان چیزی نمیگوید، اما به گفته امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افراد بازداشت شده کسانند که در ترور و ربایش دست داشتند. شکیب مولوی زاده جزئیات می‌دهد. دیروز این منطقه کابل در حوزه 11 امنیتی پایتخت دست کم 2 منطقه 315 و پروژه جدید در این حوزه امنیتی از بام تا شام گواه حضور سنگین نیروهای امنیتی بود. وزارت امور داخله میگوید که سلسله عملیات‌های مبتنی بر داده‌های استخباراتی را از دیروز به این سو در کابل آغاز کردند و هدف آن بازداشت افراد زیر پیگرد است.
از ساحه حوزه 11 کابل تعداد از افرادی که به اساس اطلاعات استخباراتی زیر تعقیب بودند بازداشت شدند. مقدار مهمات هم به دست آمده. چون موضوع انکشافی است ما جزئیات بیشتر از زیر نمیخوایم شریک بسازم. اما روایت باشندگان این منطقه از آنچه دیروز در اینجا گذشت چیست؟ این تلاشی خونه در خونه بود. تقریبا اگر حساب بکنیم به حساب کوچه اگر 12 کوچه رو تلاشی کردن و سیل کردن و پلیس و ناسیه و پلیس زن قطعشون بود و از کارمندای امنیت هم طبقه و نازشون همراهشون بود. اینجا نیروهای امنیتی، پلیس، امنیت ملی و اردوی ملی آمده بودن. سر هر کوچه یک رنجر وجود داشت. به این خاطر مردم کمک وحشت زده شدن و از این معلوم میشه که امنیت منطقه روز به روز خراب شده میره. برخی دیگرشان هم گرچند از وضعیت دیروز وحشت زده شدند اما با خوشبینی از تحرک نظامیان کشور بر پشتیبانی از آنان تاکید می‌ورزند. همین کاری که دیروز یا انجام دادن از این کارشون ما خیلی خوش هستیم. برای همیشه همین تو باشه. ما همراهشون همکار هستیم، همکار میباشیم. نمیسای پیشی که هستیم اینجا وزیر داخله استاد شده بود که پرسونلش دیگه همیشه کدام گرفتاری و چیزی داشتن تا به شام باز بیادر سایر اعلام کردن رفت. وزارت امور داخله جزئیات بیشتری در مورد عملیات دیروز نیروهای امنیتی در ناحیه 11 ارائه نمی‌کند. وزارت امور داخله تا این دم در مورد هویت و شمار دقیق بازداشت شده ها چیزی نگفته است. اما معاون نخست ریاست جمهوری در برگه فیسبوکش نگاشته که بازداشت شده ها افرادی هستند که در ترورها و اختطافها دست داشتند. اما تاکید وزارت امور داخله این است که به منظور جلوگیری از فعالیت گروه‌های مخرب این سلسله عملیات‌ها ادامه خواهد داشت و سناریوی دیروز برای باشندگان هر منطقه‌ای که عملیات انجام شود تکرار خواهد شد. ما پیش از شهروندای ما تشکر میکنیم که در کنار نیروهای امنیتی خود ایستاد هستند و همکاری میکنن. این عملیات ها ساعات را دوام پیدا میکنه و در جریان این ساعات عملیات مسیرها انسداد میشه. پایتخت در روزها و هفته‌های پسین گواه موجی از رویدادهای ضد امنیتی است، به گونه‌ای که روزی نیست که کابل نشینان گواه یک نوع از رویدادهای هراس افغانانه و یا جنایی نباشند. تا لحظات دیگر انتقادها از ناتوانی نهادهای امنیتی در تأمین امنیت مردم. متهم شدن رئیس مجلس سنا به معامله‌های پنهانی با سران حکومت. نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای سفارت امریکا در افغانستان میگوید که ایالات متحده به هدفهایش در افغانستان دست یافته و حالا زمان آن فرا رسیده که نیروهای امریکایی از این کشور بیرون شوند. ویلیام روگر تاکید دارد که تنبیه طالبان، نابود کردن شبکه القاعده و اسامه بن لادن از هدفهای مهم امریکا در افغانستان بوده که این کشور به آن دست یافته است. از سوی هم او میگوید که طالبان نمیخواهد امریکا بار دیگر به افغانستان برگردد و این گروه میخواهد در آینده سیاسی افغانستان شریک باشند. هادی سحر گزارش میدهد. امریکا فکر میکند پس از حضور 20 سالش در افغانستان به مهمترین هدفهایش دست یافته است. نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای سفارت امریکا در افغانستان میگوید که پس از رسیدن به این هدفها حالا وقت آن است که نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شوند. ویلیام روگر تاکید دارد که خروج این نیروها به معنای قطع کمک‌های مالی امریکا و متحدانش به افغانستان نیست. ما 3 هدف داشتیم که باید به آنها می رسیدیم. نخست باید طالبان را به دلیل پشتیبانی از القاعده که مسئول حمله 11 سپتامبر بود تنبیه می کردیم. دوم، ما باید القاعده را به عنوان یک سازمان هراس افغان که قصد آسیب رساندن به ما را داشت از بین می بردیم. و سوم، ما باید اسامه بن لادن را بازداشت و یا به قتل می رساندیم. ما به تمام این هدفهای خود رسیدیم. این دیپلمات امریکایی تاکید دارد که طالبان هم نمیخواهند دیگر با قدرت امریکا روبرو شوند. او از متحدان غربیش میخواهد به تصمیم و منافع امریکا در مورد بیرون شدن نیروها از افغانستان احترام بگذارند.
آنها نمیخواهند که با آن هجومی که ما بعد از 11 سپتامبر انجام دادیم دوباره روبرو شوند. آنها میخواهند تصمیم در مورد آینده افغانستان به شمول خود آنها از سوی افغانها گرفته شود بدون اینکه امریکا با یک قوه کامل برگردند. امریکا آماده می شود پرونده طولانی ترین جنگ تاریخ این کشور را بسته کند. اما ادعای پیروزی در جنگ افغانستان برای بسیاری ها واقع بینانه به نظر نمی رسد. که هدف دا و چې القاعده لمنځه تللې ده نو بیا ولې طالبانو ته وایي چې تاسو القاعده سره خپلې اړیکې وشلوئ. که هدف ترهګري و خو ترهګري خو اوس هم په افغانستان کې ادامه لري. هر ورځ افغانان د ترهګرۍ په وړاندې قرباني ورکوي. این فکر میکنم که این یک چالش بسیار بزرگ بر امریکا هست. هنوز ناکامی و کامیابی امریکا را در این جنگ ما نهایی گفته نمیتونیم. این در حالی است که مقام‌های ارشد نظامی امریکا از جمله اسکات میلر فرمانده مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان همواره از حضور القاعده در افغانستان سخن گفته و از طالبان خواسته که روابط با این گروه را قطع کنند. آقای احمد داور نادی رئیس انجمن صلح افغانستان از امریکا برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. آقای نادی سلام بر شما، وقتتان بخیر. از سخنان تازه ویلیام روگر نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ آغاز بکنیم که گفته امریکا در افغانستان به اهداف خود رسیده و حالا وقتش است که از افغانستان بیرون شوه. این که وقتش است از افغانستان بیرون شوه یا نه به کنار، فکر میکنین که امریکا واقعا در این مدت به اهداف خود در افغانستان رسیده باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همه دوستان و مردم نجیب افغانستان. من فکر میکنم که امریکا در حدود گفته میدانیم که بله به هدف خود رسیده. یکی از اهداف بزرگ امریکا که در افغانستان داشت ایجاد یک دولتی بود که با نظام دموکراتیک بتونه صاحب ساختارش و بتونه امور اداری مملکت سیاسی مملکت به مو اساس و قانون اساسی که در افغانستان داریم پیش ببرد. من فکر میکنم در این راستا موفقیت بسیار خوب و حتی قابل ستایش داره. امریکا حمایتی که از دولت افغانستان و قانون اساسی و افغانستان کرده در این مدت، ولی تا جایی که مربوط به زدودن نیروهای تروریستی القاعده و نمیدانم داعش و طالبان و اینا میشن، در اینجا چندان موفقیت بزرگی نداشته و متاسفانه هنوزم در از زمانی که اینا میخواین برن اساکر خود ببرن دوباره به وطن خود، توریسم ما شما می‌بینیم که هنوز هم از مردم افغانستان نیروهای قوای مسلح افغانستان قربانی میگیرن. در اینجا ما فکر نمیکنم که بسیار موفقیت داشته بوده باشن، ولی از لحاظ سیاسی و از لحاظ که در افغانستان یک نظام دموکراتیک با اساس یک قانون اساسی دموکراتیک وجود داره. ما فکر میکنم موفقیت در این مورد هم نقدای وجود داره که وارد میشه به عملکرد امریکا در افغانستان، ولی آقای روگر سه هدف را مطرح کرده. یکی تنبیه طالبان، نابودی القاعده و اسامه بن لادن. در کنار اگر القاعده را بحث در به کنار بگذاریم، فکر میکنین که واقعا امریکا دست به تنبیه طالبان زده باشه یا نه؟ به باور خیلی ها بر علاوه از اینکه طالبان را تنبیه نکرده به خواستایشان تمکین کرده. و تا یک اندازه تا قبل از امضای موافقتنامه بدون شک از اینکه از قوت‌های نظامی افغانستان علیه طالبان حمایت میکردند، یعنی تنبیه کرده بودند اونا را، ولی بعد از موافقتنامه بدون شک همه ما شما می‌بینیم که اونا را به حیث یک نیروی سیاسی چنان به رسمیت شناختن و استیج بین‌المللی دادن که امروز طالبان نمیخواد که با سادگی با دولت افغانستان کنار بیاید، در مورد صلح آوردن صلح پایدار و عزتمند در افغانستان کار کنه. در این قسمت بدون شک اونا کوتاهی داشتن، بدون شک ما تا میگم که ناکامی هست، به خاطر از اینکه روز گفته بود آقای خلیلزاد که اگر اونا بخواین در افغانستان بیاین یا در کشور بیاین یا برن دوباره اساکر خود بیرون کنن از افغانستان، به اجازه کسی کار لازم ندارن. ولی سوال اینجا هست در واقعیت که وقتی که امریکایی ها میخواین اساکر خود از افغانستان بیرون بکشن، چی لازم بود که با طالبان بشینن مذاکره کنن و از اونا بگن که اجازه بدین که ما بریم؟ فلحاظا در قسمت زدودن طالبان ناکامی داشتن، هیچ شکی وجود نداره، ولی در قسمت القاعده و اسامه بن لادن طوری که شما می‌بینین، خصوصا اسامه بن لادن به حیث یک شخص
اونا موفقیت داشتن. ولی مقام های دیگر امریکا بارها گفتند که القاعده در افغانستان حضور داره، رابطه القاعده با طالبان قطع نشده. پنتاگون گزارش نشر کرد. آقای میلر این موضوع را یاد کرد. چرا 2 صدا از امریکا بیرون میشه؟ بله، القاعده خو یک سازمان است، دیگر رهبرا دارن. تنها گفتم که تنها برای کشتن اسامه بن لادن اونا طبعا اعلان کردن که موفقیت داشتن، ولی القاعده باعث یک سازمان کاملا از بین نرفته و تا هنوزم که ما و شما میبینیم اونا با طالبان رابط خود را دارن. در امی اواخر در افغانستان یکی از کلانه از اونا کشته شد، من فکر میکنم، متاسفانه نامش یاد من نیست. القاعده باعث یک سازمان هنوز زنده است به شکلی که کتی طالبان همکاری میکنن حداقل. و قسمت بازی که در موافقتنامه امضا کرده بودن که اینا باید قطع رابطه کنن با القاعده و داعش، اینا واضحا نشان میده که اونا از این موافقتنامه تخطی کردن. منظور طالبان و امریکا که بیرون شون. بس خیلی کوتاه آقای نادی، فکر میکنین که امریکا در امر قطع رابطه القاعده و طالبان هم ناکام بوده، درست است؟ خیلی کوتاه. بله ما در این قسمت تاکید میکنم که اینا ناکام بودن به خاطر که طالبان که داعش و القاعده هنوز رابطه دارن. بسیار تشکر از شما آقای داور نادی، رئیس انجمن صلح افغانستان که از امریکا با ما بودین. در یک هفته پسین تنها امروز کابل گواه انفجار ماین و یا ترور انسان نبوده است. شمار از باشندگان پایتخت میگویند که در این روزها با ترس و وحشت از خانه بیرون میشوند. ترس از این که طامع انفجار شوند. آنان میگویند که مسئولان خودشان پشت دیوارهای بلند کانکریتی در امنیت زندگی میکنند، اما در کار تامین امنیت مردم ناتوانند. شمار از سناتوران هم نگرانند که وضعیت کنونی فاصله میان حکومت و مردم را بیشتر میکند. امان فرهنگ گزارش میدهد. پیکر محمد مهدوی، معاون امنیتی معاون دوم رئیس جمهوری را اینجا در گوشه از غرب کابل به خانه ابدیش انتقال می‌دهند. نظامی که سالها برای تأمین امنیت جان معاون دوم ریاست جمهوری سینه سپر کرد. حالا آقای دانش پیکر او را به شانه می‌کشد. او دیروز در انفجار ماین جاسازی شده در موترش در کابل جان باخت. انفجارهایی که زندگی را به کام باشندگان پایتخت تلخ کرده است. افزایش ناامنی و قتل‌های هدفمند شهریان کابل را به شدت نگران کردند و میگویند که مقام‌های مسئول تنها خودشان را حفظ می‌کنند و برای تأمین امنیت جان شهروندان کار کردن نمی‌توانند. خپل کور نشي ساتلی، سړی به د بل کور ته څنګه پاملرنه وکړي. په لومړي ځل باید دی داسې وکړي چې په کوم ځای کې هغه امنیت دی باید وساتي. دومره دغه دا ده دی چې باید چې ولسي وګړو ته ډېر زیات پام وکړي، ولسي وګړي وساتي. هرچند امروز کابل بدون رویداد ضد امنیت آغاز شد، اما شهریان کابل با ترس از خانه‌هایشان بیرون می‌شوند. ما روز به روز شاهد ای هستیم که از نخبگان کشور روز یک دانه است اول صبح با تسلیت گفتن آغاز منیم. هر روز شاهد یک دانه شهید از نخبگان کشور هستیم. وضعیت روز به روز وخیم‌تر شده میره و ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم به این امید دوباره پس خانه نمیریم که یا زنده میمانیم یا خیر. شماری از سناتوران با انتقاد از نهادهای مسئول تأمین امنیت میگویند دوام قتل و انفجارها میان مردم و حکومت فاصله ایجاد میکند. دولت بجای از اینکه نقاط وصل ایجاد بکنه، نقاط فصل و جدایی در بعضی عملکردهای دولت و حکومت متاسفانه به مشاهده میرسه که اسباب افزایش ناامنی را در افغانستان بیشتر ساخته. دشمن بالاشان قوی شده، اینا کنترل کردن نمیتونن، برون یک کسی دیگه بیاید. از این زیاد مردم هر روز خونش نریزه. در هفته‌های پسین چندین بخش کابل گواه انفجارهای ماین مغناطیسی و یا هم ترورهای هدفمند بود. تنها بخش‌هایی که نزدیک به ریاست جمهوری و ساحه سبز است امن‌تر بوده است. تا لحظات دیگر دست به کار شدن اروپایی ها برای تزریق واکسین کرونا. 450 میلیون نفر منتظر رسیدن نوبتند. با دلیل برفباری های دیشب برخی شاهراها در 5 ولایت کشور بسته شده است. وزارت فواید عامه میگوید که مسیرهای غور و دایکندی به گونه کامل بسته است و تلاش ها برای باز شدن این راهها جریان دارد. شاهرای سالنگ نیز برای رفت آمد مسافران بسته شده و در سالنگ شمالی 95 سانتی متر برف باریده است. فرودگاه جلال الدین محمد بلخی به دلیل برفباری های دیشب ساعتها برای نشست و برخاست هواپیماها بسته ماند.
بغلان، بامیان، وردک، دایکندی و غور ولایت‌هایی هستند که برخی کوتل‌های آن به دلیل برفباری‌های دیشب بسته شد. راه‌های دو ولایت اخیر به گونه کامل بسته است. کوتل‌های حاجیگک، شاتو، دایمرداد و شهرهای سالنگ هنوز بر روی مسافران باز نشده و میزان برف در این کوتل‌ها بسیار زیاد است. دایکندی او غور لارې بشپړې بندې شوې دي چې بیا هم وایم زموږ ټیمونه هلته آماده دي چې څنګه زمینه مساعده شي یعنی واوره ودرېږي دا لارې په عاجله توګه بیرته پرانیستل شي. دیشب شمار زیاد از ولایت‌های کشور گواه برفباری بود، حتی برخی ولسوالی‌های ولایت ننگرهار. میزان بارندگی در سالنگ شمالی به 95 سانتی متر می‌رسد. اداره ملی تنظیم امور آب میگوید که دیشب در 14 ولایت کشور برفباری جریان داشت که کمترین آن در ولایت پکتیا است. نتایج آمار و ارقام منابع آب اداره ملی تنظیم امور آب نشان می‌دهد که ضخامت، پوشش و مقدار برفباری امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و همچنان بیشتر بوده است که این مقدار برفباری‌ها در قسمت تأمین منابع آب و در قسمت ذخایر منابع آب یک گام مثبت بوده. اما در شهر کابل هرچند میزان برفباری کم بود، در بسیاری جاده‌های شهر ترافیک سنگین مردم را اذیت کرد. باشندگان کابل میگویند که شهرداری در پاککاری جاده‌ها ناکام است. خودم تاکسیران هستم، تکس میتم، مالیه میتم لالا جان. اعتبار که صبحی راه 5 دقیقه را ما در 1.5-2 ساعت آمدیم. ما مشکلات همه شهروالی را داشتیم که نمک پاش نمیده. همین موترها بسیار تکر میکنه که زندگیش. شهرداری کابل میگوید که از بامداد کار نمکپاشی و ریگپاشی در جاده‌ها را آغاز کرده است. شب گذشته برفباری که در سطح شهر کابل صورت گرفت، متاسفانه در جریان شب چون حجم برفباری کمتر بود، موترهای برفپاکی شهروالی کابل نمیتونستی برف‌ها را از سطح سرک‌ها پاککاری بکنه. بنابراین همکاران ما از ساعت 4:30 صبح که تا هنوز هم ادامه داره تا جریان برفباری، اینا مصروف پاککاری سطح شهر هستند. امسال برفباری در کابل و ولایت‌ها پیش از فرارسیدن زمستان آغاز شد. شاید این برفباری برای برخی‌ها خوشایند باشد، اما بسیاری مردم به دلیل نبود مواد سوختی و سردی هوا نگرانی جدی دارند و شب را در خانه‌های سرد می‌گذرانند. آقای تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، برای بحث بیشتر اینجا در استودیو حضور دارند. آقای عظیمی سلام بر شما، بسیار خوش آمدین به برنامه. بسیار تشکر. آقای عظیمی، با توجه به بارندگی های اخیر، با توجه به اینکه افغانستان یک کشور مهاد به خشک است، افغانستان 12مین کشور زلزله خیز جهان است، چقدر احتمال رخ دادن حوادث طبیعی در این روزها وجود دارد؟ بسیار تشکر. عرض سلام خدمت شما و همه بیننده‌های عزیز. قسمی که شما مطرح کردین، افغانستان از جمله کشورهای شدیداً آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی است. هم قسمی که حادثه خیز است و آسیب پذیر هم در برابر حوادث طبیعی است. با انواع حوادث ما دست پنجه نرم میکنیم. زلزله یکی از حوادثی است که بارها از هموطنان ما قربانی گرفته در محلات مختلف افغانستان و در نقاط مختلف، به خاطر از اینکه ای از نوع حوادثی است که ما توانمندی تشخیص و تثبیت از این قبل از وقوعش نداریم. دنیا این ظرفیت را نداره و بقیه حوادث به گونه قابل پیش بینی است، احتمالش میشه که پیش بینی شود. اما روی هم رفته ما طی چند روزی که شما شاهد هستین، بارندگی و برفباری در برخی نقاط کشور جریان پیدا کرده و زمستان هم از جمله زمستان‌های زودرس حساب شد به دلیل از اینکه ما در فصل خزان، در وسط از و در اخیر فصل خزان شاهد بارندگی و برفباری ها در نقاط مختلف کشور بودیم و در نتیجه برفباری ها تنها در ماه قوس در نتیجه بارندگی و برفباری ها نزدیک به 11 تن هموطنان ما را شهید دادیم و یک مجروح هم در پی داشتی بارندگی ها در ولایات مختلف، البته که بارندگی ها شدت پیدا کرده بود و نزدیک به 30 خانه و یعنی منزل مسکونی به صورت قسمی و کلی تخریب شد. از طریق کمیته ولایتی مبارزه با حوادث مبنی بر پلان مدیریت حوادث ما پاسخگویی خود را بر او خانوادهایی که شهید دادن، خانوادهایی که منازل مسکونیشان تخریب قسمی و کلی بود و همچنان دهاقینی که زمینای زراعتیشان را
تخریب زمین‌های زراعتی داشتن. اونا از طریق عضو دیگر کمیته ما که وزارت محترم زراعت است. ولی مردم میپرسند که چرا میزان پیش بینی شما کمتر است؟ چرا فقط وزارت شما اکتفا میکنه به ثبت حوادث؟ خدمت شما و هموطنان ما عرض بکنم که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مبنی بر مندیتش یا همون لایحه وظایفش صلاحیت پیشبینی را نداره، یعنی مکلفیت پیشبینی از حادثه را ندارن، چون اداره محترم هواشناسی مسئولیت را به عهده دارن و اونا پیشبینی میکنن. کار را که ما باید انجام بدیم مبنی بر پیشبینی ها پیشگیری میکنیم از وقوع حادثه. احتمالی که وجود می داشته باشه بر او احتمالات ما آمادگی های لازم را میگیریم، تلاش میکنیم که او حادثه را میزان آسیب پذیری مردم را در برابر او نوع حادثه‌ای که پیش بینی شده کاهش بدیم. با مثلا از چند حادثه پیشگیری کردیم؟ ما به گونه پیشگیری نمیشه که یعنی ما هیچ حادثه را با شاهدش کاهش دادین خساراتش. کاهش از این عملا شما دیدین که تفاوتی در سال 97 و 98 بیاین ببینین، 98 و 99 رو ببینین. در سال 98 ما شاهد بارندگی و سیلاب‌های مدهش در تعداد زیاد از ولایات بودیم. در نتیجه سیلاب‌ها آمار بیجا شده به 45,000 خانواده رسید. اما در سال 99 وقتی که شاهد سیلاب‌ها و بارندگی‌ها در ماه هوت ختم سال 98 بودیم و آغاز سال 99 در ماه حملش، ما به گونه‌ای شاهد بودیم که به مراتب از سال گذشته سال 98 از سال 98 به مراتب سال 99 میزان بارندگی و به شدت سیلاب‌ها بیشتر بود، ولی بیجا شده میزانشان به 15,000 خانواده رسید. ولی مورد وجود داره که نشان میده شما پیشگیری نکردین، حادثه پروان مردم فراموش نکردن. حالا در سال کنونی شما از کجا، یعنی چقدر پیشبین بودین که کجاها بیشتر زیر تهدید قرار دارن و برنامه ها برای پیشگیری چه است؟ در قسمت پروان کوتاه یک اشاره براتون میکنم که پیشبینی 6 ساعت قبل از حادثه شده بود، ولی ما مبنی بر پیشبینی ها آمادگی های لازم و آنچه که ایجاب میکرد در فاصله 6 ساعت انجام دادیم با توجه به قلت منابع بشری و امکانات ما. اما اگر این حادثه را که در پروان ما شاهد بودیم 2 سال قبل یا 3 سال قبل شاهد می بودیم، میزان تلفات با توجه به اینکه حال هم قابل ملاحظه است و این کلانترین نگرانی و افسردگی را برای هموطنان ما مخصوصا برای پروانی‌های عزیز ایجاد کرد که همه مردم افغانستان خود شریک دانست در این فاجعه عظیم بزرگی که شاهد بودیم. ولی با توجه به سالهای گذشته با آن هم تلاش شد که میزان تلفات کاهش پیدا بکنه. در غیر از او احتمال تلف شدن 500 نفر تنها در پروان میرفت، ولی با توجه به تلاش کمیته ولایتی مبارزه با حوادث که ما از زیر آوارها افراد را نجات دادیم، تانستیم که اونا را به شفاخانه انتقال بدیم. مجروحین که میزان اون بعد از رخ دادن حادثه است، ولی قبل از جریان حادثه ما هدف ما قبل از رخ دادن حادثه است. چند بحث ما بحث پروان نیست. فعلا از شما پرسیدم که کجاها بیشتر زیر تهدید هستند و به خاطر پیشگیری چی برنامه دارید؟ 25 ولایت افغانستان بر اساس تحلیل های انجام شده در معرض حوادث طبیعی قرار داره از گذشته تا امروز و این امسال کاتگوری بندی شد، صنف بندی شد میزان شدت آسیب پذیری اینا. 19 ولایت افغانستان از میان 34 ولایت در معرض تهدید بلند حوادث طبیعی قرار داره. یکی چند ولایت که خیلی تهدید بیشتر از کدام است؟ این 19 ولایت همش شبیه هم تحت تهدید هستند که بدخشان شامل میشه، پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوگر، پکتیکا، پکتیا، خوست، نورستان، کنر، هرات، بادغیس، بامیان، دایکنډی از ولایات هستند که شدیداً تحت تهدید حوادث طبیعی قرار دارند. اما قسمی که ما دی 24 ساعت گذشته شاهد برفباری به بیشتر از 10 ولایت افغانستان بودیم، کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، بغلان، نورستان، ننگرهار از جمله ولایات بودند که شاهد برفباری بودیم و همچنان برخی نقاط تخار و برخی نقاط از ولایت بدخشان، برخی ولسوالیا شاهد بودیم که برفباری جریان پیدا کرده. اما خوشبختانه با توجه به تحکیم کاری هایی که ما در گذشته انجام دادیم، با توجه به پروژه های وقایوی که تطبیق شد، پروژه هایی که از سوی اداره محترم انرژی و آب تطبیق شد، اینا تانست که از سیلاب های دریایی به گونه‌ای جلوگیری بکنن که میزان تلفات کاهش پیدا بکنه. بله. خوشبختانه در نتیجه بارندگی 24 ساعت گذشته ما هیچ تلفات نداریم. درست شما گفتین که 150,000 خانواده در معرض آسیب قرار دارند. درست است. البته وزارت شما را یاد کرد و باید خانه های خود را
در مکان دیگر انتقال بدن یا حداقل کوچ بکنن. درست است؟ کجا برن اینا؟ 1,41,222 خانواده در معرض حوادث قرار دارند. اینا با مفهوم بیجا شدنشان نیست که اینا بیجا بکنن باید خود از محل حادثه، اما امکان تحکیم کاری ها وجود داره در ساعات، در بسیاری از ساعاتی که پیش بینی شده. از میان 1,41,222 خانواده 1,16,178 اگر اشتباه در ارقام نشه، 1-2 اگر اشتباه شده باشه، اینا تحت تهدید حوادث زمستانی قرار دارن، از برفکوچا شروع تا سیلاب ها و لغزش زمین، رانش زمین، زلزله. مابقی بیش از 25,000 خانواده احتمال بیجا شدنشان میره. آنچه که شما پیشتر مطرح کردین احتمال بیجا شدن اینمی خانواده است که از اثر جنگ‌های داخلی هم شامل میشه و برخی نقاطی که شدیداً تحت تهدید است و امکان زیستی از او نیست، به خاطر از اینکه خانه‌ها مقاوم نیست، در دامنه‌های تپه‌ها است، در کنار رودخانه‌ها است، مثل ولایت بدخشان، مثل بادغیس، فرا، هرات از ولایات هستند که برخی خانه‌هایی که تحت تهدید بلند هستند اونا از اثر سیلاب‌های دریایی یا ریور فلد آسیب پذیر هستند. اینا آمارای هستند که شما را کردین. حالا اقدامات شما چی است؟ ما با توجه به این تثبیت محلات آسیب پذیر چند تا پروژه‌های عمده را در ولایت بدخشان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، خوست، نورستان، هرات انجام دادیم. در هرات ما تنها 40 نقطه را تحکیم کاری کردیم سال گذشته که از اثر سیلاب ها بیشتر آسیب دیده بودن هموطنان ما و امسال امیدواری وجود داره که ما مناطقی را که تحکیم کاری کردیم و پروژه‌ای را که تطبیق کردیم مطمئنا میزان آسیب پذیریشان 50% کاهش پیدا کرد نظر به سال گذشته. با توجه به این تحکیم کاری های ما امسال حرفی را میزنیم. این خانه‌ای که تازه تثبیت شده، تازه تحلیل هایی که انجام شد در معرض تهدید بلندی از حوادث قرار دارن، اینا تازه کار برای تحکیم کاری آغاز شد در مناطق مختلف. با توجه به از شما داشته باشم، در میان همین خانوادهایی که شما میگین در معرض کوچ کردن قرار دارن، شما به اینا چی کردین تا حالا پیش از اینکه رخ به حادثه و بعداً پشیمان نشه مردم افغانستان که کاش چون این کار صورت میگرفت؟ خدمت شما عرض بکنم که ما احتمال بیجا شدن از اینا را تثبیت کردیم، تشخیص کردیم که در نتیجه جنگ‌های داخلی در برخی ولسوالی‌ها و در نتیجه برفکوچ‌های شدید در دامنه‌های تپه‌ها، خانه‌هایی که موقعیت داره، احتمال تخریب کلی از اونها وجود داره یا قسمیشان. اما در کنار از این تلاش ما است که ما تحکیم بکنیم اون مناطق که عملاً جریان دارد کار تحکیم کاری، ولی تا زمانی که ما شاهد او فاجعه که احتمالش وجود دارن نباشیم، طرز العمل ما ایجاب نمیکنه که به اونا کمک نقدی بکنیم، چون کمک نقدی ایجابش نیست و نیاز نیست براشون. کاری را که ما باید انجام بدیم مناطقشان که تحت تهدید است اونا را تحکیم کاری بکنیم، ولی مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردن برای فعلا به اونا مفهوم نداره. ما فقط روی پروژه‌های وقایعی و روی تحکیم کاری تاکید کردیم و عملاً جریان داره و این پیش بینی‌های ما در پلان مدیریت حوادث زمستانی یا پلان پاسخگویی به حوادث زمستانی در نظر گرفته شده. هزینه تطبیق پلان مشخص است، ساعاتی که تحت تهدید است برای از اونها ما مواد و امکانات لازم را انتقال دادیم، آمادگی‌های لازم برای رسپانس یا پاسخگویی به موقع برای خانواده‌های آسیب‌پذیر وجود داره. درست. چقدر ظرفیت، چقدر تجهیزات، چقدر تخصص به خاطر پیشبینی یا پیشگیری از حوادث طبیعی در وزارت شما وجود دارد؟ وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده و پالیسی ساز در امر مبارزه با حوادث است. به او خاطر تشکیل وزارت محدود از آن چیزی است که ما و هموطنان ما توقع کار را از اداره دارند. ولی جای خوشبختی حضور یک کمیسیون بسیار قدرتمند، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در کنار ما است که اینا 17 وزارتخانه یا ادارات مستقل افغانستان عضویت در کمیسیون دارن. ما با توجه به همکاری از اینا پلان همساله و هر فصل خود می سازیم و امکانات و فرصت های تمام ادارات در نظر گرفته میشه برای مدیریت حوادث. به اون خاطر اداره محترم هواشناسی یک ظرفیت حداقلی برای پیش بینی دارن که ما را کمک میکنن در قسمت پیشگیری ها و اداره وزارت محترم فواید عامه و انکشاف داد از سکتورهای هستند که در قسمت بازگشایی راه مواصلاتی با ما تعهد دادن. 8000 کیلومتر سرک را وزارت فواید عامه تعهد بازگشایی داده، 1500 کیلومتر سرک را وزارت محترم انکشاف داد تعهد کردن.
به همین ترتیب میدانچه‌هایی که لازم برای انتقال مجروحین حین وقوع حادثه میشه یا هم مواد غذایی و غیر غذایی باید انتقال داده شه. اداره محترم هوانوردی ملکی تعهد از این دادن. سکتورهای امنیتی در قسمت تامین امنیت بیجا شده، تامین امنیت متضررین و انتقال مواد به ساحاتی که تحت تهدید ناامنی قرار دارن و ساحات ناامن است، ما از طریق از اینا کمک میگیریم تا مواد و امکانات فرصت‌های را انتقال بدیم. این موارد است که امیدوار هستیم که چنین شده باشه، ولی مردم میگن که کوچکترین کار که وزارت شما حداقل میتونه بر مردم بکنه در چنین شرایط اطلاع رسانی است. یکی از مشکلات جدی نبود اطلاعات کافی میان مردم است که باعث خسارات زیاد جانی و مالی میشه از سوی حوادث طبیعی. درست است؟ چرا اطلاعات رسانی شما کم رنگ است در این شک نیست که یکی از کارهای اساسی ما آگاهی دهی از حوادث است، از خطرات مخاطرات طبیعی است. نسبت به 5 سال گذشته خوشبختانه یک مقدار برجسته شده کار ما در این حوزه و تاکید بیشتر هم در این قسمت ما داریم که اطلاع رسانی بکنیم یا آگاهی دهی بکنیم. به این خاطر از روش‌های مختلف کار گرفتیم. 1 میلیون نفر را در 5 سال گذشته ما در قسمت ماین پاکی یا ماین روبی نجات از خطرات ماین ترین دادیم در مکاتب و مدارس، همچنان در نهادهایی که در واقع اونجا افراد و اشخاص ازدحامشان بیشتر است و میزان تهدیدات هم بیشتر است، در اونجا ترینینگ دادیم. از طریق از اونا برای خانواده‌هایشان که اگر ما به گونه غیر مستقیم محاسبه بکنیم به بیش از 7 میلیون نفر میرسه که به نحوی از این آموزش ها مستفید شدن. در قسمت زلزله به همین ترتیب مانورهای مختلف را در مکاتب مختلف شهر کابل، ولایاتی که تحت تهدید زلزله بودن مثل بدخشان، تخار، اینا ما ترینینگ‌های را در مکاتب برگزار کردیم، برای متعلمین مکاتب برگزار کردیم تا اونا حداقل هنگام وقوع زلزله که قابل پیش بینی نیست خود را نجات داده بتوانند در وضعیت اضطراری. سپاسمند حضورتان آقای عظیمی. شمار از سناتوران رئیس مجلس سنا را به معامله‌های پنهانی با سران حکومت متهم می‌کنند. آنان میگویند که به همین خاطر جایگاه سناتوران از سوی هیئت اداری پایین آورده شده است. این سناتوران دلیل حضور نیافتن مسئولان حکومتی در نشست‌های استجوابی مجلس سنا را ضعف رئیس مجلس می‌دانند و هشدار می‌دهند که اگر مسئولان حکومتی به مجلس حاضر نشوند به دادستانی کل معرفی خواهند شد. فضل هادی مسلمیار این ادعای سناتوران را رد می‌کند. مجلس سنا در نشست عمومی امروز رئیسان اداره امور ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نیز اداره ارگان‌های محلی را در پیوند به پاسخگویی به تنقیص ساختاری در شماره از اداره‌ها فراخوانده بود. اما این مسئولان در نشست عمومی حضور نیافتند و با فرستادن نمایندگان بسنده کردند. مجلس سنا مسئولان پایین رتبه را به نشست عمومی راه نداد. شماری از سناتوران فضل هادی مسلمیار را به معامله با سران حکومت متهم می‌کنند و می‌گویند این کار جایگاهشان را سبک ساخته است. این بی‌عزتی که ما امروز می‌کشیم که هیچ کس حاضر نمیشه، این از تاثیر معامله‌گری هیئت اداری بوده. اگر هیئت اداری فرض مثال همون معامله‌گری و قومی و رفقا شخصی نمی‌کرد، امروز جمعی سناتوران تو بی‌عزت اینجا نمی‌شد. ما دو روز پیش رئیس برشنا را خواسته مسلمیار از دبی برش گفته نیا تو. ما متاسفانه چرا تو حق نداری که به عنوان رئیس مجلس سنا بگی رئیس برشنا را که تو نیا؟ چرا نیا به؟ اینمی جناب آقای خاموش که در رأس اداره قرار داره، اینا در این وقتا اینمی بستا را توضیحات داره برای وکیلای ولسی جرگه و مشران جرگه، به خاطری که اینمی کمیته دایر شده و اداره زیر مستقل کرده. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا که در سفر بیرون از کشور به سر میبرد، اتهام‌های وارد شده سناتوران را رد می‌کند و تاکید دارد که حضور نیافتن مسئولان حکومتی به نشست عمومی را بررسی خواهد کرد. انتقاد و اعتراض حق هر سناتور است. ما باردو چشمی را احترام قائل هستم. مهمانا امروز که نامده این مربوطی ما نمیشه، این مربوطی وزارت پارلمانی میشه. مجلس سنا امروز فیصله کرد که اگر این مسئولان در نشست یک شنبه هفته پیشرو حاضر نشوند، به دادستانی کل معرفی خواهند شد. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت دولت در امور پارلمانی را در پیوند به این تصمیم مجلس سنا بگیریم، اما مسئولان این وزارت حاضر به گفتگو نشدند. گروه طالبان پیکر یک فرمانده پیشین پلیس در ولسوالی دهراود ولایت ارزگان را پس از 6 ماه از گور بیرون کرده و
گردن زده است. مجلس سنا این اقدام را جنایت ضد انسانی و خلاف ارزش‌های اسلامی می‌داند و خواستار مجازات عاملان این رویداد است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و عالمان دین نیز نبش گور و بی احترامی به پیکر بیجان انسان را حرام و ضد بشری می‌دانند. مجلس سنا وضعیت امنیتی ولسوالی‌های دهراوود و گیزاب ولایت ارزگان را بحرانی می‌داند. برخی سناتوران میگویند که به تازگی طالبان در ولسوالی دهراوود پیکر شاه محمد شاه فرمانده پیشین پلیس این ولسوالی را پس از 6 ماه نبش گور کرده و سپس سر او را از تنش جدا کردند. مجلس سنا این کار طالبان را خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی می‌داند و بر مجازات عاملان این رویداد تاکید می‌کند. ل اسلام سره برابر ده، نه له کفر په هغه کې برابر ده. داسې یو څوک چې هغه شهید سی وروسته له 5 میاشتو د هغه جسد له قبر نه راویستل سي او هغه بیا سر ترې نه غوڅ سي، واقعیت ده په هیڅ اصولو کې نه برابرېږي، د جهان په هیڅ مذهب کې نه برابرېږي سي. د دغه ځای چې بیرته د دهراوود ولسوالۍ ته یووي هلته یې ښخ کړي. په اوسنیو ورځو کې طالبانو دغه شهید جسد راکښلی دی او سر یې ځینې پرې کړی دی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برخی عالمان دینی نیز به احترامی به پیکر بیجان انسان را جنایت ضد بشری و حرام می‌دانند. به احترامی به جسد هم از دید حقوق بشر، هم از دید دینی و هم از دید عرف افغانی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. شما می‌دونید که انسان ذاتاً موجود است که کرامتش نباید پایمال شود. بیرون آوردن جسد انسان مؤمن از قبر و بریدن سر او به نشانه ابراز خشم و ابراز نفرت باز هم در فقه اسلامی حرام است. ولسوالی دهراوود در 35 کیلومتری غرب شهر ترینکوت مرکز ارزگان واقع شده است. شاه محمد شاه در این ولسوالی یکی از برجسته ترین فرماندهان پلیس بود که در 9 سرطان امسال در یک حمله طالبان کشته شد. چند خبر کوتاه از جهان. کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز به گونه رسمی کارزار واکسیناسیون در برابر بیماری کووید 19 را آغاز کردند. همزمان با این یوروپول یا پلیس اروپا در مورد واکسن های تقلبی و سایر جرم های مربوط به واکسن کرونا هشدار داده است. شمار تلفات بیماری کووید 19 در حال حاضر در جهان به 1,750,000 نفر رسیده است. شمار قربانیان ناشی از برفکوچ در شمال تهران به 11 نفر افزایش یافته است. 10 کوهنورد در نتیجه برف و طوفان شدید و به دنبال آن برفکوچ در شمال تهران گیر ماندند. در این میان تنها 100 کوهنورد و علاقمند ورزش اسکی در میان تلکابین در برف و طوفان گرفتار شده بودند. تلاش برای نجات گیرماندگان ادامه دارد. بیننده های عزیز، از توجه و همراهیتان جهان سپاس. وقتتان و خیر. خدا نگهدار.